سرخط مهمترین خبرها: یک حقوقدان تاجیک به همکاری با گروه 24 متهم شد، خودش این را رد می‌کند. ابلاغ یک جوان افغان در دوشنبه و شمار پناهجویان افغان در تاجیکستان چقدر است؟ درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 24 نوامبر است. دادستان شهر باختر خواسته است وکیل مدافع زندانی و سود اجرایی سابق سعید نورالدین شمس‌الدینov را که در گذشته با امضای سعید صدر در شبکه‌های اجتماعی از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها شکایت می‌کرد 7 سال دیگر حبس کنند. مقامات او را به همکاری با گروه افراطگرا گمانبر می‌دانند، اما خودش و پیوندانش این را رد می‌کنند. سعید نورالدین شمس‌الدینov در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات بر دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. یک منبع در دادگاه شهر باختر 22 نوامبر گفت دادستان روز پنجشنبه 18 نوامبر شمس‌الدینov را بر اساس پرونده نو به همکاری با سازمانی در کشور ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. مسئولان گروه 24 ماه ایون امسال در اعلامیه همکاری یا رابطه داشتن وکیل سود اجرایی سابق را با سازمان رد کرده بودند. دادرس روز جمعه گذشته به خانه مشورتی رفت. قرار بود حکم 22 نوامبر اعلان کرده شود، اما دادستان بیمار شده است و مرافعه را به وقت دیگر ماندند. افزود منبع قمرالدین شمس‌الدینov برادر سعید نورالدین شمس‌الدینov میگوید که در مرافعه حضور داشت، اما پیشنهاد آنها در مورد اشتراک خبرنگاران و گذاشتن دستگاه نواربرداری قبول نشد. هانس فریدریخ شادر، نماینده کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان گفت در حال حاضر در تاجیکستان تقریباً 12,000 پناهجوی افغان هستند. این در حالی است که آخر هفته گذشته یک نماینده سازمان در صحبت با رادیوی آزادی شمار پناهجویان را تقریباً 14,000 گفته بود. همصحبت ما گفته بود که 6,500 پناهجو تا آخر سال 2020 و باقی مانده از ماه ینور تا سپتامبر سال 2021 به کشور آمدند. از آن قبل مقامات تاجیکستان تعداد پناهجویان افغان را زیاده از 15,000 نفر شمرده بودند. معلوم نیست که فرق در آمار جانب‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد. پس از اشغال کابل از سوی طالبان در ماه آگوست امسال هزارها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان فرار کردند. گفته می‌شود صدها پناهجوی دیگر تلاش دارند از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، ولی به سبب بسته بودن مرز نه همه آنها کامیاب می‌گردند. هانس فریدریخ شادر، نماینده سازمان ملل در آسیای میانه روز 23 نوامبر در نشست خبری در دوشنبه گفت مسئله گشودن راه پناهجویان را با مقامات تاجیک بررسی دارند. مقامات تاجیکستان با دلایل امنیتی مرز با افغانستان را بستند. شادر گفت طبق قانون‌های بین‌المللی پناهجویان حق دارند به قلمرو تاجیکستان وارد شوند، اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است. افزود او برکناری مدیر یک درمانگاه در ناحیه واسع بحث زیاد را به میان آورده است. مقامات مصطفی رجبوف را به از خودکنی مبلغ دولت عیبدار کرده او را از کار آزاد کردند، اما رجبوف میگوید او بیگناه است و قربانی عملهای رهبرش شده است. محمود جان رحمتزاده از ناحیه واسع گزارش میدهد. طبیبی 37 ساله تاجیک مصطفی رجبوف تا یک سال پیش مدیر مرکز سلامتی دهه توگرک ناحیه واسع بود. ماه سپتامبر سال 2020 دادستان واسع او را به اسرافکاری، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی متهم کرد. ادعا دارد که در این کار رهبر کمک اولیه طبی سانیتری دست داشت، ولی او پاسخگو شد. برای که ما وابستگی نداشت ویدیو کاری، ما بوغالتر نداشتم، کسی نداشتم، ما یگون گلاونی بوغالتر نداشتم. ما چی ما نگاری داره؟ هیچی گرفتم ما را برانش پیشکی قرار کردن. باید که برو وابستگی ایروبار کس گلاونی بوغالتر کادر باید اعلام کردن. ما را یگون شرف ماموری میکردن، ما را جواب میدادم. خودشون بینشون تشکیل کردن. اینا بران ما را پیشکی قرار کردن. در حکم دادگاه گفته شده است که او خودسرانه و با سوء استفاده از مقامش واحدهای کاری را در اداره زیاد و پول دولت را از آن خود کرده است. به همین خاطر مصطفی رجبوف را 3 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. پرونده‌اش ماه دکمبر سال 2020 بعد انجام تفتیشات به دادگاه رفت. با گناه از خود کردن مالی غیر، سوء استفاده از مقام و اسرافکاری جریمه بستند و از تالار دادگاه آزاد کردند. حبس 68,000 مرا حبس پیشکی قرار کردند. ما بردم در کیفتن سکردم بانک ده با 3 ماه در رفتم 13 محکم کردم. بعد من سر شده با 11,000 گشت رفتم کن ایوای سر تالار شد برام. حالا این طبیب ادعا دارد که بیگناه است. به وزیر تندرستی و دستگاه رئیس جمهور نامه نوشته است و میگوید که او قربانی کار رهبر شده است.
12 марти соли 2021 якм ариза ба дастгоҳи иҷроии президент кардам, ба прокуратураи генералӣ ворид кардам, прокуратураи генералӣ ҳам дастгирӣ кард. خب با ولایت خطلان دستگیری و ارائه کردن وارد چی در اجرای ما. شکایت‌های طبیب تا حال نتیجه نداده است، ولی او میگوید از دعواش دست نخواهد کشید. رهبری کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه واسع بهاءالدین عزیزاده در این موضوع نخواست روشنی اندازد. پس از شنیدن نام مصطفی رجبوف تقاضا کرد که نوار نگیریم. چی مسئله فهمیدم؟ ما فهمیدم. نه اینجا فهمیدم. اینجا نیت شما رو ما فهمیدم. در ریاست تندرستی منطقه کلوب روز 22 نوامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند زیاد و کم شدن واحدهای کاری در مرکز سلامتی توگرک در دوره 3 رهبری کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه واسع رخ داده است. با گفته صدرالدین غیوروف سردار ریاست تندرستی منطقه کلوب این بحث تا حال حل نشده باقی مانده است. هرچند او اقرار شد که در تأمین و جابجاکنی کادرها رهبران کمک اولیه طبی سانیتری دست دارند. بعد این کشمکش ها مصطفی رجبوف دیگر طبیب عادی است. میگوید تا عدالت نسبتش برقرار نشود از شکایت دست نمیکشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسع. یک جوان افغانی مقیم شهر دوشنبه از سوی کارمندان کمیسریات در دوشنبه ابلاغ شده است. خبرگزاری آزیا پلوس با نشر این خبر میگوید مقامات قصد داشتند محمد اقبال اسلم را برای خدمت به ارتش برند، ولی وقت فهمیدند که او شهروند جمهوری اسلامی افغانستان است آزادش کردند. به گفته منبع محمد اقبال را نخست به کمیسریات و بعداً به شعبه کافتوکوب جنایی بردند. پدر این جوان به آزیا پلوس گفته است بعد از آن که فهمیدند پسرش شهروند جمهوری افغانستان است او را آزاد کردند. عائله محمد اقبال سال 1998 در زمان حکومت یکم طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. این بار اول نیست که خبر ابله یا زوراً به ارتش جلب کردن جوانان رسانه‌ای می شود. همه ساله در فصل بهار و تیر ماه خبرها از ابله جوانان رسانه‌ای می شود، ولی مقامات این گونه حالت‌ها را تصدیق نمی کنند. همه ساله در تاجیکستان 2 مرتبه بهار و تیر ماه دعوت جوانان به ارتش صورت می گیرد. پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف از مقام رئیسی حزب حاکم نورآتن این کشور نیز استعفا داد. به گفته سخنگوی پرزیدنت نخستین قزاقستان ایدوس اوکیبای، حزب را پرزیدنت آن کشور قاسم جمعت توقیف باید رهبری کند. اوکیبای گفت که این قرار نظربایف تنها ادامه منطقه انتقال قدرت در قزاقستان است. با گفته نظربایف حزب نورآتن به خصوص در حال حاضر در شرایط بحران جهانی که در پی پاندمی کرونا ویروس به میان آمده است برای پرزیدنت قزاقستان باید تکیهگاه اساسی باشد. افزوده است اوکیبای. نظربایف 19 مارس سال 2019 بعد 30 سال رهبری قزاقستان از مقامش استعفا داد. وقت‌های اخیر او در محضر عام حاضر نمی شود. او در حال حاضر رئیس شورای امنیت قزاقستان بوده، همچنین از عنوان پیشوای ملت برخوردار می باشد که او را از همگونه تعقیب‌ها ایمن نگاه می دارد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 نوامبر را فرا می گیرد. 24 ноябри соли 1991 дар тоҷикистоне ки 2 моҳ пеш аз ин соҳиб истиқлол шуда буд, нахустин интихоботи умумии мардумӣ барпо ва дар он Раҳмон Набиев баранда эълон шуд. барои иштирок дар ин интихобот 11 номзад сабти ном шуд ки барои таърихи тоҷикистон бесобиқа буд. ҳизбу созмонҳои ғайрикоммунистӣ аз номзадии Давлатхудоназаров коргардони синамо пуштибонӣ карданд. мақомоти маъмурӣ аз номзадии Раҳмон Набиев раҳбари пешини тоҷикистони шӯравӣ. ҳукумати Набиев 1 сол давом кард. аз 24 ноябри соли 2009 дар тоҷикистон бо қарори ҳукумат рӯзи парчами миллӣ таҷлил мешавад ки соли 1992 ҳамчун яке аз рамзҳои давлат қабул шуд. парчами миллии тоҷикистон ки аз рангҳои сурху сафеду сабз ва як тоҷу 7 ситора иборат аст, дар қатори суруд ва нишони миллӣ яке аз рамзҳои давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. ин ҷашн мавриди интиқоди фаъолони сиёсӣ шудааст, чун бо ташкили раҳпаймоиҳои донишҷӯён мақомот бори дигар ба таблиғи ҳукумат мепардозанд. 24 ноябри соли 1942 таваллуди ҳунарпешаи маъруфи театру синамо Сайрам Исоева аст. Сайрам Исоева бо иҷрои нақши гурдофарид дар силсила филмҳои Борис Кимёгаров бар асоси шоҳномаи Фирдавсӣ маъруфияти сартосарӣ касб кард. дар даҳҳо филму намоишномаҳо ва бештар нақшҳои мазҳакавӣ иҷро карда, давоми 60 сол дар як макон театри мусиқиву мазҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ кор кардааст.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در تاجیکستان باز هم پایین رفته، ارزش دلار آمریکایی به تغییر مانده است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سوم و 20 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد مثل دیروزه به 1129 سوم و 94 درم برابر است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.